دوستم میگفت 150 گرم گوشتش خریده، ننش خریده 150,000 تومن. بهش گفتم 150,000 تومن 30 سال پیش بابام باش خونه میخرید، با 150,000 تومن میشد حدود چند تا 100 تا گوسفند، 120 تا گوسفند میخرید با 150,000 تومن. یعنی پول ارزش دیگه پول نیست دیگه، سنگ ارزش از پول بالاتر. یعنی سنگ رو بخوای به سنگ معدن‌های تو اصفهان بفروشی، به پول بیشتری به عنوان زندگی میتونی در بیاری. استاف منه، نمیدونم واقعا، میدونم مردم چطوری میتونن توی ایران تحمل بیارن. به خاطر همین میگم اگه تونستی زبانتو خوب بکن، از کشور بزن بیرون. حتی یکی از خانواده، یه نفرتون رو بیا بیرون، میتونه یه طوری به بقیه خانواده کمک کنه. میفهمی چی میگم؟ به هر حال یکیتون باید